بخشیده بر روز بین المللی حفظ کودکان و گرامیداشت خاطر یکی از ورزشگری با مهارت شهر استرافشان خورشید پولودوف در تالار ورزشی تگی چنار شهر استرافشان مسابقه کشاد مکتب ورزشی رقم 2 این شهر اوید با گوشتین یونانی رومی بین کودکان و نورسان و جوانان برگزار شد. در مراسم کشاده شوی مسابقه ذکر گردید که گوشتین یونانی رومی در شهر استرافشان محبوبیت زیاد دارد. ورزشگران این شهر سال از سال در مسابقه های بین المللی و جهانی با دستاوردهای ارزنده نائل شده ایستادند که این نتیجه فعالیت پرثمر مربیان و مسئولین ساحه ورزشی شهر می باشد. ذکر گردید که خورشید پولودوف یکی از دستپروران فعال مکتب ورزشی رقم 2 شهر استرافشان بود که بارها در مسابقه های بین المللی پرچم کشور عزیزمان را بالا برداشته بود و اگر عمر وفا میکرد شاید امروز یکی از ورزشگران شناخته کشور بود. گوشتین یونانی خیلی شناخته در شهر استرافشان می باشد که در مسابقه جمهوری بیرون از آن در مسابقه آسیایی و جهانی اشتراک ورزیده شدن ورزشگران ما باور داریم که در این مسابقه کودکان و نوجوانان که اشتراک کردند از بین اینها در آینده پرچم برداران کشور به پایان میرسند. 3 روز پیش در دولت ویتنام که شهر داننگ مسابقه چمپیونات آسیا بین نوجوانان U17 و 21 شده گذشت. یکی از ورزشگران استرافشان که عابدوف امیرجان در وزن 65 کیلو جایزه دار این چمپیونات آسیا شد و جای سوم را به دست آورد. در این چهاربینی ورزشی که دوام 2 روز ادامه یافت نزدیک 300 نفر ورزشگر از مکتب‌های ورزشی شهر استرافشان اشتراک و مهارت سنجی کردند. مورد به ذکر است که تالار ورزشی تگی چنار در شهر استرافشان با تشبث یکی از مربیان پرتجربه گوشتین یونانی رومی غیب‌الله اشانخانوف تعمیر گردیده امروز در این تالار تمام شرایط‌ها برای مشق و تمرین فراهم آورده شدند. عین زمان در این تالار ورزشی بیش از 500 نفر کودکان و نورسان و جوانان با مشق و تمرین فرا گرفته شدند و شاگردان این تالار در مسابقه‌های جمهوری و بین المللی فعالانه اشتراک می‌نمایند. من در تالار ورزشی تگی چنار 6 سال باز مشق میکنم. در چمپیونات جمهوری 2 بار جای اول را گرفتم و من در آینده میخواهم همچون در چمپیونات جهان نیز جای اول را گرفته پرچم تاجیکستان را بردارم. به من همچون این ورزشی گشتن یونانی خیلی معقول است. کوشش دارم که بسیار مشق کردم مدتی خودم را بردارم و یکی از ورزشگری بهترین تاجیکستان شدم. مسابقه کشاد مکتب ورزشی رقم 2 شهر استرافشان اوید با گوشتین یونانی رومی در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته غالبان و جایزه‌داران معین و قدردانی کرده شدند. اکنون ورزشگران بهترین این مسابقه و مسابقه های در پیش ایستاده آمادگی می‌بینند.